به نام خدا جلسه وبینار آشنایی با سلنیوم رو آغاز میکنیم. من قبل از اینکه وارد بحث راجع به سلنیوم و آشنایی با سلنیوم بشم، من میخواستم یه توضیح بدم که این کار که شروع شده که سعی ما اینه که یه تعدادی وبینار توی موضوعاتی که حالا باهاشون کار کردیم در اختیار دوستان قرار بدیم و این وبینار سلنیوم اولین سری از این جلسات هست. من یه توضیح بدم که ما فقط من و یکی از دوستان هستیم که کار رو شروع کردیم، هیچ شرکت یا انجمن یا چیز خاصی وجود نداره. از همه دوستانی که احساس میکنن که تو این حرکت میتونن به ما کمک بکنن و تو موضوعاتی که درش تخصص دارن میتونن برای دیگران ارائه بدن با ما تماس بگیرن تا امکان فنی این رو فراهم بکنیم که توسط زدهشون دوستان هم تجربه های خودشون رو با دیگر دوستان به اشتراک بگذارن. با قبل از شروع توضیح بدم، احسان محمودی هستم، کامپیوتر مهندسی نرم افزار دانشگاه تهران خوندم و الان هم به عنوان مهندس نرم افزار در شرکت آبجکت کانسالتینگ در استرالیا مشغول به کار هستم و حالا این وبینار و انشالله وبینارهایی که در آینده ارائه خواهد شد حاصل تجربه های کاری روزمره ما هستش و حالا ارائه سلنیوم به این معنی نیست که ما متخصص سلنیوم هستیم یا اینکه همه ظرافت‌های فنی اون رو باش آشنا هستیم. بیشتر از این جنبه هست که اون مقدار که باش کار کردیم ممکنه به درد بقیه دوستان هم بخوره و بتونن از این استفاده بکنن. خب هدف جلسه این هست که اولا دوستان با سلنیوم آشنا بشن، بفهمن چه امکاناتی وجود داره، چه امکاناتی رو بهشون میده و بتونن باهاش استفاده بکنن. همونطور که گفتم قرار نیست که خیلی جزئیات فنی کار تا حد عمیق بررسی بشه، بیشتر فقط یک آشنایی هست که شاید یه قدمی باشه که دوستان بعداً خودشون برن و شروع به کار بکنن. باز هم این به این معنی نیست که این ابزار بهترین ابزاریه که در بازار وجود داره، در دسترس دوستان قرار داره. اگر دوستان بتونن به ما فیدبکی بدن، نظرشون راجع به ابزارهای دیگه‌ای که وجود داره بگن یا حتی اگه با ابزارهای دیگه کار کردن و میتونن مقایسه کنن این ابزارها رو با هم، خوشحال میشیم که یه جلسه دیگه در خدمت دوستان باشیم. خب اولش قراره با سلنیوم آشنا بشیم، ببینیم چه امکاناتی رو در اختیارمون قرار میده و در نهایت بعد از این در آشنایی اولیه یه پروژه تست آماده بکنیم که دوستان بتونن این پروژه تست رو دانلود بکنن و ازش استفاده بکنن. یه جورایی پروژه نمونه آماده است که خیلی وقتا شما میتونید دانلودش بکنید و اگه میخواید با سلنیوم کار کنید بدون اینکه درگیر دردسرای اولیه ستاپ کردن و راه اندازی بشید، سریع یه پروژه آماده داشته باشید که بتونید از اون کار رو ادامه بدید. معمولا شیوهی که خیلی از کامپیوترها استفاده میکنن یه پروژه آماده، یه تمپلیت آماده وجود داره که سریع با کپی پیست کردن قسمت‌های مختلفش که لازم دارید شما میتونید کارتون رو خیلی سریع‌تر پیش ببرید. و در نهایت هم قراره که با دوستانی که قبلا با این ابزارها کار کردن یا با ابزارهای مشابه بحث و تبادل نظری داشته باشیم و تجربه دیگران رو راجع به این قضیه داشته باشیم. خب اول ببینیم سلنیوم چی هست. سلنیوم در اصل یک ابزار فانکشنال تست هست، هرچند استفاده های دیگه هم میشه ازش کرد. فانکشنال تست چیه؟ فانکشنال تست اگر بخوایم سطوح مختلف تست رو نام ببریم ما میتونیم بگیم برای یه تست نرم افزار 3 سطح مختلف تست میشه تعریف کرد. اولین سطح تست یونیت تست هست. یونیت تست یعنی که شما هر متد، هر کلاس یا هر قطعه کدی که دارید براش یه متد تست می‌نویسید، رفتار اون متد تست رو توی متدتون چک می‌کنید و مطمئن میشید که اون قسمت از کد داره درست کار میکنه.
یونیت تست معمولا برای فانکشن‌های داخلی کدتون خیلی خوب کار میکنه. بعد از اون فرض کنید اگر پروژهتون شامل کامپوننت ها و یا حتی سیستم های مختلفی باشه، شما اینتگریشن تست رو برید. اینتگریشن تست یعنی اینکه هر کدوم از اون کامپوننت ها یا قطعات کد دارن درست کار میکنن. حالا باید با هم ببینیم که آیا ارتباط بین ماژول های مختلف، ارتباط بین کامپوننت های مختلف و یا حتی ارتباط بین سیستم های مختلف داره درست کار میکنه یا نه. باز میشه گفتش که اینتگریشن تست یه حالت پیشرفته‌تری از یونیت تست. شما میدونید که پشت سیستمتون چه چیزی وجود داره و برید کدهای سطح بالاتر یا فانکشن های سطح بالاتر سیستمتون رو تست میکنید. فانکشنال تست میشه گفت یه مرحله بالاتر از یونیت تست و اینتگریشن تست هست و تفاوتش با اون دو تای دیگه اینه که شما در فانکشنال تست رفتار اپلیکیشنتون رو تست میکنید. به چه معنی؟ فرض کنید شما یه اپلیکیشن دارید که یه وب اپلیکیشن نوشتید. یه اپلیکیشن نوشتید که یوزر باید توش بیاد لاگین بکنه، یوزر نیمش رو بزنه، پسوردش رو بزنه، دکمه ساینین رو بزنه، صفحه که باز شد بعد از اینکه لاگین با موفقیت انجام شد، فرض کنید باید یه منوی بالای صفحه هست، هر کدوم از اون آیتم‌های منو رو که کلیک میکنه یه اتفاقی توی صفحه باید بیفته، یه چیز جدیدی به کاربر نمایش داده بشه. اگر ما بتونیم فرایند رو اتوماتیک بکنیم، یعنی اتوماتیک صفحه و بروزر رو بیاریم بالا، مرورگر رو بیاریم بالا، به شکل اتوماتیک یوزرنیم پسورد وارد کنیم، به شکل اتوماتیک روی دکمه لاگین کلیک بکنیم و بعد چک بکنیم که آیا لینک های درستی توی صفحه نمایش داده شدن، روی هر کدوم از اون لینک ها کلیک کنیم، رفتار مورد انتظارمون رو توی صفحه چک کنیم که اتفاق میفته یا نه. به این کار میگن یه جور فانکشنال تستینگ. بخاطر اینکه شما دارید رفتار سیستمتون رو چک میکنید، کاری ندارید که پشت اون چه کدی نوشته شده، کاری ندارید که آیا این کد با جاوا نوشته شده، با پی اچ پی نوشته شده یا هر چیز دیگه. شما یه وب اپلیکیشن در اختیارتون هست و کاملا میخواید رفتار اون وب اپلیکیشن رو تست بکنید. میشه گفت فانکشنال تست تا حدودی آخرین مرحله تست یه نرم افزار هستش و در صورتی که یه نرم افزار فانکشنال تست رو هم با خودش داشته باشه، یعنی تعداد زیادی تست داشته باشه که فانکشنش رو تست بکنن، تاثیر زیادی روی کیفیت نرم افزار تولیدی خواهد گذاشت. و حالا در نهایت میشه گفت تست واقعی سیستم هست، چون چیزی که کاربر شما میبینه اون وب اپلیکیشنیه که داره توی مرورگرش میبینه و اگر شما تمام کارکردهای سیستم رو از طریق وب اپلیکیشن چک کرده باشید، در سطح فانکشنال تست کرده باشید، میشه گفتش که سیستم رو به شکل واقعی تست کردید. خیلی وقتا شما یونیت تست دارید ولی برای جاوا اسکریپتتون یونیت تست ندارید، نمیدونید که آیا اون جاوا فرض کنید برای لایه دیتا اکسس لیرتون یونیت تست دارید ولی نمیدونید که آیا وقتی که این در براوزر نمایش داده میشه درست رندر میشه یا نه، درست اتفاقایی که انتظارشو دارید روی میدن یا نه. به خاطر همین به نظر میرسه که فانکشنال تست بالاترین مرحله تست یه نرم افزار هستش. خب ابزارهای کنونی که برای فانکشنال تست در اختیار داریم متنوع هستن. من خودم شخصا تجربه شخصی منه، ممکنه دوستان با چیزای دیگه هم کار کرده باشن. من با سلنیوم کار کردم و واتیج که واتیج یه مجموعه از ابزار، یه مجموعه از لایبرری هست که توی زبانهای مختلفی پیاده سازی شده. تجربه شخصی من برای مثال واتیج برای جاوا، واتیر برای روبیش، واتین هم برای داتنت هستش که همه اینا از یه کتابخانه مشترک استفاده میکنن. تجربه شخصی من با واتیج برمیگرده به 64 سال پیش و تجربه موفقی نبود. یعنی ما سعی کردیم یکی از اپلیکیشنامون وب اپلیکیشنایی که نوشته بودیم و با واتیج فانکشنال تست براش انجام بدیم، ولی اون موقع لایبرری واتیج خیلی استیبل نبود. یعنی گاهی اوقات درست کار میکرد، گاهی اوقات
اون رفتاری که ما انتظار داشتیم و ازش نمیدیدیم. به خاطر اون موقع من باهاش خیلی راضی نبودم، ولی ممکنه بعد از چند سالی که گذشته خیلی تغییر کرده باشه. چیزی که من جدیداً باهاش کار کردم سلنیوم بوده که خود سلنیوم در 2 ورژن ارائه شده. سلنیوم 1 یا چیزی که معروف هست به سلنیوم RC، ورژن 1 سلنیوم هست که یه حالت کلاینت سروری داره، یه کمی ستاپ کردنش سخت‌تره. شما باید یه سلنیوم سرور ران بکنید و بعد یه تعدادی سلنیوم کلاینت ران بکنید که اون کلاینت ها وصل میشن به سرور و سرور براوزر رو باز میکنه و اون تستایی که شما دارید رو روی براوزر انجام میده. ولی ورژن 2 سلنیوم خیلی پیشرفت زیادی کرده که به اسم سلنیوم وب درایور هم شناخته میشه. سلنیوم وب درایور دیگه یک کتابخانه استندالون هست که شما کافیه که فقط یه آبجکت از نوع سلنیوم وب درایور نیرو بکنید و خودش بعد از اون کارهای مربوط به مدیریت براوزر و اینا رو براتون انجام میده. لازم نیست که سروری ران بکنید و بهش کانکت بشید. تو این جلسه ما فقط روی سلنیوم وب درایور صحبت خواهیم کرد. خب پروژه تستی که ما میخوایم باهاش پیش بریم خیلی استراکچر ساده ای داره. ابتدا میخوایم با استفاده از میون دیپندنسی هایی که پروژه‌مون وابستگی های کتابخانه پروژه‌مون رو دانلود بکنیم. سلنیوم وب درایور رو میخوایم استفاده بکنیم و اون پروژه تستی که میخوایم بنویسیم از تستنجی استفاده میکنیم. بین تستنجی و سلنیوم هیچ رابطه خاصی وجود نداره. شما میتونید از جی یونیت یا هر فریمورک تست دیگه که ترجیح میدید استفاده بکنید و این فقط حالا یه نمونه برای شروع کار هستش، یعنی هیچ رابطه خاصی بین تستنجی و سلنیوم وب درایور وجود نداره. و در نهایت هم قراره که یک لایبرری برای بستر تست شما آماده بشه که بعدا بتونید دانلود بکنید و در کنار این وبینار در اختیار شما قرار خواهد گرفت که ازش استفاده بکنید. خب برای اینکه ما کار رو شروع بکنیم میون باید با استفاده از میون دیپندنسی های پروژه‌مون رو تعریف بکنیم. برای دوستان که با میون آشنا نیستن، میون یه ابزار قراره که حالا برای بعضیه که آشنا نیستن خیال میکنن که یه جایگزین اند هستش، ولی اینطور نیست. حالا من واقعیتش نمیخوام خیلی وارد توضیحات میون بشم، ولی در همین حد بدونید که یه ابزاری هست که ما در قالب یک فایل XML که همین فایل پام XML هست وابستگی های پروژه‌مون، نحوه تولید، نحوه حالا لایف سایکل پروژه‌مون رو توصیف میکنیم و بعد این ابزار دیپندنسی های پروژکت رو دانلود میکنه. دیپندنسی یعنی همه جر فایلایی که ما بهش نیاز داریم. فرض کنید اگر میخوایم سلنیوم وب درایور رو استفاده کنیم، کافیه توی پام XMLمون فقط اشاره بکنیم که ما میخوایم از سلنیوم وب درایور استفاده بکنیم و از فرض کنید یک ورژن خاصی از خود میون انقدر هوشمند هست که بره از دایرکتوریایی که داره، از ریپوزیتوریایی که داره، تمام جر فایل‌ها یا لایبرریایی که سلنیوم بهش وابسته رو دانلود بکنه و روی کامپیوتر ما ذخیره بکنه. بخاطر همین خیلی کار ساده تر میشه. ما استفاده پیچیده تری از میون در این پروژه نمیخوایم انجام بدیم و همچنین در مورد تست انجین هم همینطوره. ما فقط اونجا توصیف میکنیم که ما میخوایم از لایبرری تست انجین استفاده کنیم و این خود میون هست که میره دیپندنسی های پروژکت رو برای ما دانلود میکنه. خب برای گام اول من فقط به شما یک شکل فایل میون رو نمایش میدم که فکر میکنم. خب همونطور که میبینید یک فایل پام فایل یک فایل XML هست که شما بهش دسترسی دارید
کار خاصی نباید انجام بدید، حتی میتونید اینو کپی پیست کنید و فقط میزن رو نصب بکنید، حتی لازم نیست که از نحوه دقیق استفاده از میزن اطلاع داشته باشید. اینجا هم تا که میبینید من دارم میگم که این پروژه‌ای که من دارم ایجاد میکنم به چه لایبرری هایی نیازمند هست. من این قسمتی رو که هایلایتش میکنم به شما نمایش میدم. در این قسمت همونطور که میبینید من فقط گفتم که یه دیپندنسی داره پروژکتم به تست انجی لایبرری و به ورژن 6.1. خود میزن میره و دیپندنسی پروژکتم رو دانلود میکنه. در مورد سلنیوم این قسمت کار هست که مهم هست. من با توصیف میکنم که من یه وابستگی به سلنیوم وب درایور دارم و ورژن 2.24.1 و این خود میزن هست که میره تمام لایبرری ها رو دانلود میکنه. یه خط اضافی این پایین هست که همونطور که میبینید اسکوپش تسته، یعنی من فقط برای تست میخوام از سلنیوم و درایور استفاده کنم و فرض کنم اگر یه اپلیکیشن رو میخوام دیپلوی کنم دیگه این لایبرری سلنیوم و درایور در اون قرار نمیگیرم. اگه شما یه اپلیکیشنی بر اساس سلنیوم میخواد درست بکنید باید اسکوپش رو بردارید به همون اسکوپ کامپایل بشه که همیشه لایبرری در دسترس باشه. من دیگه بیشتر وارد ساختار فایل نمیشم. این فایل در کنار این وبینار قرار خواهد گرفت که شما میتونید دانلود کنید و بیشتر باهاش آشنا بشید. خب اولین مفهومی که در سلنیوم وب درایور وجود داره خود مفهوم درایور هست. درایور یه جور به یه شکلی چیزی هست که میشه گفت معادل براوزری هست که شما میخواید باهاش کار کنید. یعنی فرض کنید اگر شما میخواید با تستتون یا با براوزر فایرفاکس انجام بدید یه فایرفاکس وب درایور باید استفاده بکنید. اگر میخواید آی باشه آی وب درایور. درایور هایی که کل سلنیوم فعلا ساپورت میکنه البته خیلی بیشتر از این اون مهمترین ها شما اینجا ذکر میکنید. یکیش HTML یونیت. HTML یونیت یک براوزر خیلی ساده است یا شاید بشه گفت یک فقط رندرینگ انجین ساده است که خود که شاید براوزر خاصی نباشه ولی نکته‌ای که وجود داره براوزر تا حدود زیادی با استانداردها همخوانی داره. همچنین خودش یک انجین جاوا اسکریپت داره که سعی میکنه کارهای مربوط به جاوا اسکریپت رو انجام بده. نکته‌ای که وجود داره خب خیلی استاندارد و سازگار هست با سلنیوم ولی نمیشه در آخر اگر شما تستاتون رو با HTML یونیت درایور ران بکنید و پاس بشن نمیشه مطمئن بود که توی فایرفاکس آی یا کروم هم با موفقیت اجرا خواهند شد. بخاطر همین توصیه ما اینه که بیشتر با درایور براوزرهای واقعی مثل فایرفاکس آی یا کروم تستاتون رو انجام بدید. به عنوان یه قانون کلی میشه گفت که سلنیوم سعی میکنه در تمام کارهایی که شما با درایورها انجام میدید از قابلیت‌های اصلی خود براوزر استفاده کنه و چیزی رو خودش این وسط دستکاری نکنه. یعنی حالا خیلی اگه کامل نخواهیم دقیق بگیم ولی تا حدود زیادی وقتی شما روی فایرفاکس آی یا کروم تست میکنید دقیقاً دارید روی یه براوزر تستتون رو انجام میدید و میتونید مطمئن باشید که همه چیز درست کار خواهد کرد. خب بذارید بیشتر از این که در مورد خواص حرف بزنیم وارد کد بشیم. اولین کار اینه که خب ما فرض کنید یه فایرفاکس رو باز بکنیم و توی اون فایرفاکس صفحه یه وب پیجی رو لود بکنیم که تو این مورد خاص میخوایم فرض کنید که وب پیج جیمیل رو ران بکنیم. این کار خیلی ساده قابل انجامه. یعنی شما کافیه یه وب درایور از نوع فایرفاکس درایور نیو بکنید و بعد متد گت که همون چیزی هست که آدرس صفحه رو عوض میکنه صدا بزنید و به gmail.com بدید. حالا برمیگردیم به خودمون تا این کار رو نمایش. خب
من دارم از اینتلیج آیدیا استفاده میکنم. این ورژن کامیونیتی ورژنش هست که فکر میکنم کار شما رو راه بندازه و فری هست، بدون کرک کردن قابل دسترسی هست. نکته‌ای که وجود داره اینتلیج آیدیا اگه شما یه تام فایل داشته باشید خودش به طور اتوماتیک میتونه فایل تام میزان شما رو بخونه و یه پروژه از روش ایجاد بکنه بدون اینکه شما خیلی دردسر ستاپ کردن یه پروژه رو بکشید. خب اینجا هم دو خطی که در موردش صحبت کردیم می‌بینیم. من یه متد مین دارم که فقط قراره که یه فایرفاکس رو باز بکنه و به صفحه جیمیل بره. بذارید با هم دیگه اینو ران بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب همونطور که دیدید صفحه باز شد، یه فایرفاکس جدید باز شد و gmail.com در ابتدا زده شد و بعد وقتی که ما زدیم gmail.com خود جیمیل یه ریدایرکت رو انجام داد که اومد به آدرس جدیدی رو که می‌بینید. خب قدم اول با موفقیت انجام شد. من میخوام فقط یه نکته رو راجع به این چیز انجام بدم. این پایین گوشه راست فایرفاکس میبینید که یه نوشته وب درایور و اون پایین میبینید که فایرفاکس توضیح رو داده که این فایرفاکس ممکنه که توسط یک اپلیکیشن بیرونی کنترل بشه. یعنی کاملا به نظر میسه که داره در سطح لو لول وب سلنیوم با فایرفاکس ارتباط برقرار میکنه و دستورهایی که ما از طریق کد بهش میدیم رو به فایرفاکس منتقل میکنه. خب این اولین تست ما بود. به همین سادگی شما میتونید یه براوزر رو بیارید بالا و آدرسش رو تغییر بدید و کلا استفاده از سلنیوم شاید به همین سادگی بشه گفتم. خب قدم بعدی برای هر کاری که ما میخوایم با وب پیج با یه صفحه وب اپلیکیشن انجام بدیم اینه که خب شما میخواید یه تعدادی وقتی صفحتون لود شد به المنت های مختلف صفحه دسترسی داشته باشید. حالا فرض کنید یه تکست باکسی رو توی صفحه بگیرید، یه چیزی توش بنویسید، روی یه لینکی کلیک کنید، روی دکمه کلیک کنید، یه چک باکسی رو روشن کنید یا خاموش بکنید و همه این کارا. اولین قدم اینه که اولا بتونید اون المنت رو توی صفحه پیدا بکنید. بعد از اینکه تونستید این المنت رو توی صفحه پیدا بکنید میتونید هر ایونتی که لازم داشتید روی اون المنت اجرا بکنید. حالا فرض کنید که این سه خط رو با هم بررسی میکنیم. توی این سه خط تا حدود زیادی سر شده که جوری نوشته بشه که بشه حد زد کار سلنیوم چیه. خب خط اول رو با هم مرور میکنیم. نوشته driver.find element. خب پس یعنی ما میخوایم اون درایور که یه جورایی معادل براوزرمون هست ما میخوایم توی صفحه جاری براوزر یا مرورگر یه المنتی رو پیدا کنیم بای آیدی. اینجا حالا ما کلاس بای آیدی هست که ما میخوایم المنتی رو پیدا بکنیم که آیدی اون المنت ایمیل هست و بعد از اینکه اون المنت رو پیدا کردیم یه تعدادی شروع میکنیم توش تایپ کردن. این متد سند کی هست که به اون المنتی که ما پیدا کردیم یه سری کلید رو میفرسته. خط بعدی سعی کرده که یه المنت رو به اسم پستر تو صفحه پیدا کنه، باز یه چیزایی توش تایپ بکنه و در نهایت یه المنت دیگه یه اسم ساینی که احتمالاً یه دکمه هست رو پیدا میکنه و روش کلیک میکنه. حالا بیایم همین کد رو سعی کنیم توی صفحه جیمیل اجرا کنیم و ببینیم آیا میتونیم لاگین بکنیم با استفاده از سلنیوم به اکانت جیمیل یا نه. خب من قسمت از کد که میخوام استفاده کنم و قبلا اینجا ذخیره کردم برای اینکه وقت خیلی زیاد گرفته نشه. فقط کپی پیست میکنم تو صفحه اصلی. خب تو خط اول که صفحه جیمیل رو باز میکنم، تو خط بعدی هم قاعدتا قراره که یه ایمیل رو توی تکست باکس ایمیل یوزرنیم رو بنویسه، تو تکست باکس پسورد رو بنویسه و دکمه ساین این رو کلیک بکنه. حالا با هم اجرا میکنیم ببینیم که
که اتفاق میفته. همونطور که دیدید خیلی سریع سلنیوم صفحه ها رو پر کرد و ما الان کاملا به شکل اتوماتیکی توی اکانت جیمیل لاگین کردیم. خب این قدم هم با موفقیت و شاید با 2 تا 3 تا کد یه کار خیلی جالبی 2 یا 3 تا خط کد یه کار خیلی جالبی توی صفحه اتفاق افتاد. خب برمیگردیم به پاورپوینتمون. حالا باید ببینیم که چه روش‌هایی وجود داره که ما المنت‌های مختلف رو توی صفحه انتخاب بکنیم. اولین راهی که سلنیوم در اختیار ما قرار میده تا المنت‌ها رو انتخاب بکنیم استفاده از آیدی هست. استفاده از آیدی به این شکل هست که شما میتونید هر المنتی که توی صفحه‌تون یه آیدی خاص داره با همون متد find element و پارامتر by.id اون المنت رو توی صفحه پیدا کنید. همون مثالیه که ما همین الان دیدیم. دومین نحوه‌ای که میتونید یک چیز رو معمولاً چون خیلی وقت شما لازم دارید که روی یه لینکی کلیک بکنید برای اینکه تستتون برای هر قدم تستتون. یکی از فانکشن‌های کمکی که سلنیوم در اختیار قرار داده لینک تکسته. یعنی شما فرض کنید اگر یه لینک تکستی دارید که یه چیزی نوشته توی صفحه، شما با استفاده از اون میتونید اون رو کلیک کنید. من باز دوباره یه مثال براتون میزنم. فرض کنید تو همین صفحه جیمیل یه لینک وجود داره. اگر این صفحه رو سورسش رو شما حالا وقت داشتید ببینید، یه لینک وجود داره اسم create an account. این باتن نیست، این یه دونه لینکه و من میخوام اینو کلیکش بکنم که بره توی صفحه create an account و همونطور که میبینید با لینک تکست این خطی که اینجا وجود داره میره توی صفحه میبینید که چه لینکی وجود داره که تکستی که داره create account اونو create میکنه. حالا این کار رو انجام دادم، دوباره برمیگردم تا به شما نشون بدم که این اتفاق افتاده. این قسمتی که create an account میبینید این یه لینکه که خب سلنیوم وب درایور تونست این رو صحیح تشخیص بده و کلیکش بکنه. خب بعد از اون با استفاده از اتریبیوت نیم هست که شما میتونید به المنتاتون دسترسی داشته باشید. فرض کنید اگه یک فرم توی صفحه دارید و المنت های مختلف اسمهای مختلفی دارن، شما با استفاده از نیمشون میتونید به اونا دسترسی داشته باشید. از فیچرهای جدیدی که سلنیوم وب درایور اضافه کرده CSS سلکتوره. یعنی شما میتونید با استفاده از CSS سلکتور همه المنت هایی که اون CSS سلکتور رو به خودشون میگیرن انتخاب بکنید. CSS سلکتور دقیقاً همون چیزیه که شما وقتی میخواید فایل CSS رو بنویسید و میخواید یه المنت خاص اون CSSی که شما مینویسید رو به خودش بگیره، اون چیزی که اون اول مینویسید CSS سلکتوره که میتونید بر اساس آیدی، بر اساس نیم، بر اساس کلاس همه اینا رو در کنار هم قرار بدید و یه المنت خاص رو انتخاب بکنید. بعد از این 4 روش، آخرین روشی که میمونه استفاده از XPath. XPath یک زبان برای دسترسی به قسمت‌های مختلف یک فایل XML. یعنی شما در XPath، حالا میگم این جلسه ما خیلی نمیتونیم روی XPath مانور بدیم، ولی تا حدودی یک نمیشه گفت زبان، ولی یک نحوه دسترسی به المنت‌های مختلف در صفحه است. یعنی خیلی وقتا شما فقط با آیدی یا لینک تکست یا نیم CSS نمیتونید به یک المنتی دسترسی داشته باشید. هرچند ترجیح اینه که با اونا دسترسی داشته باشید، ولی گاهی اوقات از عهده شما خارجه و شما باید از روش‌های پیچیده‌تری استفاده کنید که به المنت‌ها دسترسی داشته باشید. یکی از مشکلاتی که XPath خیلی ابزار
قدرتمندی هست برای اینکه ازش استفاده کنید. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که ممکنه در مرورگرهای مختلف به شکل‌های مختلفی کار بکنه. حالا من یه مثال از ایکسپرت به شما نشون میدم تا ببینید که چطور میشه از اون استفاده کرد. من قبل از اون میخوام صفحه یه جیمیل رو برای شما نمایش بذارم تا بهتون نشون بدم که چرا گاهی اوقات ما مجبور هستیم که از ایکسپرت استفاده کنیم. من پلاگین فایرباگ رو روی فایرفاکس هم نصب کردم. خب من میتونم ببینم که چیکار میکنم، چجوری میتونم به قسمت‌های مختلف دسترسی داشته باشم. فرض کنید من میخوام روی این لینک نیو فیچرز کلیک بکنم و حالا باز فرض کنید که با استفاده از لینک تکست نمیخوام انجام بدم. فرض کنید همه اینا یه لینک تکست داشتن. میخوام ببینم که به چه شکلی میتونم بهش دسترسی داشته باشم. خب بذارید من المنتش رو با استفاده از فایرباگ ببینم. همونطور که میبینید این یه لینکه. خب راحت ترین راه اینه که با استفاده از لینک تکست نیو فیچر همونطور که اینجا میبینید توی صفحه پیداش کنم و روش کلیک کنم. حالا فرض کنید این امکان رو نداشتیم، یعنی همه این 4 تا لینکی که این پایین نوشته شدن لینک تکستشون یکی بود. فرض کنید مثلا ستاره بودن یا هر چیزی دیگه، و یا اصلا فقط یه ایمیج بودن که با این راحتی نمیتونستیم پیداش بکنیم. من میام توی سورس کد میبینم که راه دیگه ای ندارم، نه آیدی اینجا در اختیارم قرار داده شده و یا CSS سلکتور هم شاید خیلی سخت باشه که این کار باشه انجام بدم. یک پلاگین دیگه ای فایرفاکس داره به اسم فایرتگ که سعی میکنه که ایکسپرت المنت های مختلف رو به شما بده. من همینجا الان کلیک میکنم روی فایرتگ، یعنی شما باید هم فایرباگ رو نصب بکنید و هم فایرتگ، و دوباره میام سعی میکنم که این المنت رو سلکت بکنم. همونطور که میبینید یه خط عجیب غریبی به هم داد که سعی میکنه جای نسبی لینک رو توی صفحه پیدا کنه و بر اساس اون به من این لینک رو قابلیت دسترسی به لینک رو بده. یه جورایی اگه بخوام خیلی سرسری این رو توصیف بکنیم که چیه، این میگه که توی HTML المنت بادی رو پیدا کن، اولین دیو رو انتخاب کن، از بین بچه‌های اون دیو دوم رو انتخاب کن، باز از بین بچه‌های اون دیو دوم UL دوم LI دوم و فرض کنید اون لینک رو انتخاب بکن. یعنی اینکه کاملا یه مسیر دسترسی پیچیده رو در اختیار ما قرار میده. من همین رو سلکتش میکنم و حالا میخوام توی آیدیا به اون المنت دسترسی داشته باشم. همونطور که گفتم با این بای شما میتونید سلکت بکنید که چجوری میخواید دسترسی داشته باشید. من الان با ایکسپرت میخوام دسترسی داشته باشم و مسیر اون المنت رو که لازم دارم به درایورم میدم که اونو انتخاب بکنه و کلیک کنه. حالا اینو اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاقی. خب انتظار دارم روی لینک نیو فیچر کلیک بشه و بیاد روی واتساپ. همونجور که میبینید تقریبا با موفقیت این کار انجام شد. مشکلی که با ایکسپرت خیلی ابزار قویه، ولی گاهی اوقات باید مواظب باشید که در مرورگرهای مختلف ممکنه خوب کار نکنه. متاسفانه IE به شکل بیلتین اینو ساپورت نمیکنه و سلنیوم باید تغییراتی روی اون چیز انجام بده و یه حالا نمیشه گفت کد اینجکتی انجام بده تا ایکسپرت درست کار کنه. بخاطر همین اگه که دارید با IE کار میکنید مواظب باشید که با ایکسپرت چجوری باید بهترین نحوه استفاده از ایکسپرت به چه شکلی هست. اگر به طور کلی بخوایم بگیم که چه ترجیحاتی وجود داره در دسترسی، اولین ترجیح اینه که با ایکسپرت آیدی المنت ها رو توی صفحه پیدا کنید. اگر کد وب اپلیکیشن خود شما نوشتید، خب یه کار خوب اینه که تقریبا همه المنتاتون آیدی داشته باشن و این آیدی هم در طول زمان تغییر نکنه. معمولا
آیدی چیزی که تو همه براوزرها خوب کار میکنه و دقیقا همون المنتی که شما میخواید پیدا میکنه. ولی گاهی اوقات با یک صفحاتی مواجه هستی که یا نمیتونید آیدی بدید به خاطر شکل ساختار داینامیک صفحه، یا اینکه آیدی داره هر بار عوض میشه، آیدی المنت های مختلف صفحه. در این حالت شما باید نمیتونید از آیدی استفاده کنید دیگه. میتونید برید سراغ نیم، میتونید برید سراغ لینک تکست. لینک تکست معمولا چیز خوبیه، خیلی راحت میشه ازش استفاده کرد. معمولا چیزی نیست که عوض بشه، ممکنه ساختار صفحه عوض بشه، ولی اکثرا تکست هایی که توی صفحه نمایش داده میشن ثابت هستن. CSS سلکتور مشکلی که داره اینه که گاهی اوقات ممکنه چند تا المنت با هم سلکت بشن و بین اونا شما بخواید یکی رو انتخاب بکنید ممکنه با دردسر مواجه بشید. نکته آخری که وجود داره، ابزارهایی هستن که هم مثل همین فایرپتی که من به شما نشون دادم سعی میکنن که ایکستنس المنت ها رو تو صفحه به ما بدن، ولی باید توجه کنید که گاهی اوقات اینا خوب کار نمیکنن. یعنی ایکستنسی رو میدن که بنا به ساختار صفحه ممکنه دفعه بعدی که شما صفحه رو لود کنید یه چیز دیگه بدن. مثلا خیلی از ابزارها هستن شما وقتی که یه المنت رو سلکت میکنید بر اساس آیدی یه ایکسپتی میدن که بر اساس آیدی اونو سلکت میکنه و مشکل ایجاد میکنه. بخاطر همین با احتیاط با این ابزارهایی که ایکسپت رو به شما میدن برخورد بکنید و دقت بکنید که چه چیزی رو بر اساس چه چیزی دارن المنتتون رو سلکت میکنن. گاهی اوقات خوب کار نمیکنن. خب وقتی شما اکثرا دارید یک صفحه رو با یه صفحه کار میکنید یه دردسرهای خیلی کلاسیکی وجود داره. یکی اینکه یه آلرت بیاد توی صفحه. این معمولا شما دیگه روی هیچی نباید کلیک کنید. شما این امکانو داشته باشید که آلرت اگر چک بکنید که توی صفحه آلرت هست، اگه هست دکمه اوکیش یا کنسلش یا هر چیزی رو که بهتون میده بتونید کلیک بکنید. همچنین فریم ها، یعنی صفحه هایی که فریم دارن یا حتی فریم سست دارن بعضا باعث دردسر میشن. یعنی شما باید حواستون باشه که توی کدوم فریم کار میکنید. خوشبختانه سلنیوم هر دوتا اینا رو ساپورت میکنه. یعنی شما میتونید چک بکنید که آلرت تو صفحه وجود داره، آلرت رو انتخاب بکنید، دکمه اوکی یا کنسلش رو بزنید. و همینطور در مورد فریم ها، یعنی اگر چند فریم توی صفحه باشن شما راحت با استفاده از این متد سویچ تو میتونید فوکس صفحتون رو روی سویچ، روی آلرت یا فریمی که لازم داره قرار بدید و بعد از اون کارتون رو انجام بدید. خب نکته دیگه ای که باید موقع یک کار کردن با سلنیوم در نظر داشته باشید ثبت کردن. سوال اساسی اینجا چه وقتی سلنیوم وقتی شما میگید فرض کنید بره صفحه جیمیل رو لود بکنه، چه وقتی سلنیوم فرض میکنه که صفحه لود شده و کنترل رو به کد شما برمیگردونه؟ خب جواب خیلی ساده است. هر وقت براوزر کل صفحه رو، یعنی محتوای صفحه به اضافه جاوا اسکریپت رو لود بکنه، براوزر صفحه رو بارگذاری شده فرض میکنه و کنترل رو به کد شما برمیگردونه. اما مشکل اینه که اکثر صفحات وب اپلیکیشن امروزه فقط یه جاوا اسکریپت رو لود میکنن یا یه محتوای خیلی ساده رو لود میکنن و بعد از اون تازه اون جاوا اسکریپت که ران میشه و بعد ممکنه چند ثانیه حتی بیشتر طول بکشه خود اون جاوا اسکریپت یه تعدادی ایجکت کال دیگه انجام بده تا محتوای بیشتری رو در صفحه لود بکنه و به شما نمایش بده. با این حساب ما بعضا برای استفاده از سلنیوم مشکل خواهیم داشت. در اینکه این مشکل به شما بهتر نشون بدم باید برمیگردیم به کدمون. فرض کنید که من دارم این صفحه جیمیل رو لود میکنم و میخوام ببینم که تایتل صفحه بعد از لود شدن صفحه چی خواهد. من اینجا برمیگردم به متد مینم، باز کار خاصی انجام نمیدم، دارم با ایمیل و پسورد لاگین میکنم، دکمه ساین رو میزنم و بعد از اینکه کلیک رو زدم منتظر میشم ببینم که کی کنترل برمیگرده به کد من و
تایتل پیج رو من سعی میکنم که توی خروجی بنویسم تا اینکه ببینم که چه اتفاقی میفته. خب این کد رو ران میکنیم. خب لاگین انجام شد. این که صفحه داره لود میشه. ما انتظار داریم که الان در خروجی نوشته شده باشه اینباکس 3 تا ایمیل به اضافه مثلا seleniumwebinar.gmail.com، ولی میام اینجا میبینیم که توی خروجی صفحه نوشته شده گوگل اکانت. خب اتفاقی که افتاده چیه؟ اینه که دکمه ساینین زده شده، صفحه بعدی لود شده و صفحه بعدی با استفاده از جاوا اسکریپت همه اون مراحل بعدی که ما دیدیم رو لود کرده، ولی ما متوجه این نشدیم. یعنی خیلی بده. ما میخوایم با صفحه اینباکس کار کنیم، نمیخوایم با اون صفحه میانی که جاوا اسکریپت ها دارن ران میشن کار کنیم و تستامونتون انجام بدیم. خب خوشبختانه با سلنیوم برای این کار راه حلی داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. چیزی که سلنیوم به اینا میگه explicit rate، یعنی توی صفحه باید ثبت کنید تا ببینید که یه اتفاق خاصی بیفته، چون سلنیوم که نمیتونه بفهمه جاوا اسکریپت های شما کی دارن ران میشن و کی کارشون تموم شده. شما باید توصیف کنید که من برای مثال در این مورد این خط رو با هم بخونیم، خودش جوری هست که میشه حدس زد که چی کار داره میکنه. من دارم یک ویت نیو میکنم روی براوزرم، بعد بهش میگم ویت کن این عدد 30 یعنی تایم آوت، یعنی حد اکثر 30 ثانیه صبر کن، دات آنتیل یعنی تا وقتی که expected condition یعنی تا وقتی که یک شرطی که مورد انتظار منه اتفاق بیفته و اون شرط چیه؟ تایتل صفحه توش کلمه اینباکس وجود داشته باشه. بیاید این خط رو ما اضافه کنیم به کدمون و ببینیم چه اتفاقی میفته. خب حالا کد رو ران میکنیم. خب حالا برمیگردیم. حالا میتونید ببینید که خروجی ما اون تایتلی که ما انتظار داشتیم رو توی صفحه نوشته، یعنی وقتی کنترل به ما برگشته که صفحه کاملا لود شده بوده. قبل از اینکه ادامه بدیم من همینجا فقط میخوام به شما شرایط مختلفی که میتونید برای لود شدن صفحه بذارید نمایش بدم. نکته اینه که شما هر شرطی که بخواید خودتون میتونید با استفاده از خودتون کد بکنید، ولی متدهای کمکی زیادی وجود دارن که تقریبا این نیاز رو برطرف خواهند کرد. مثلا شما منتظری که یه آلرت توی صفحه نمایش داده بشه، یه المنت کلیکبل باشه، قابل کلیک کردن باشه، یه المنت توی صفحه وجود داشته باشه، یه تکستی توی صفحه وجود داشته باشه، یه چیزی توی تایتلتون نوشته شده باشه، یه المنتی قابل دیدن باشه، ویزیبل باشه و هر چیز دیگه. یعنی که تقریبا یه تعداد متد کمکی خیلی کامل اینجا در اختیار شما قرار داده شده. حتی اگر این متدها اگر شما یه کار سناریوی پیچیده دارید میتونید همه اینا رو خودتون یک سری کاندیشن جدید بنویسید و محصول نیستید در فانکشن هایی که خود سلنیوم در اختیار قرار داده، ولی در 99% مواقع همینا جواب میدن و لازم نیست که کار پیچیده تری انجام میشه. خب یکی دیگه از فیچرهای جالب سلنیوم اینه که به شما اجازه میده از صفحه عکس بگیرید. خیلی اوقات شما وقتی که تست برای اپلیکیشنتون می‌نویسید، اولا این تست‌ها ممکنه خیلی طولانی بشه ران کردنشون. ممکنه الان توی دموی ما
در حد 30 ثانیه طول میکشن، ولی وقتی که اپلیکیشنتون پیچیده بشه ممکنه 1 ساعت تا 2 ساعت کل ران سلنیومتون طول بکشه. و اتفاقی که میفته اینه که مطمئنا نمیتونید بشینید منتظر که این اتفاق بیفته و بعدش حتی دلتون هم نمیخواد وقتی برگشتید یه تعدادی تست فیل کردن نفهمید که چه اتفاقی افتاده. سلنیوم این امکانو به شما میده که هر وقت خواستید از صفحه براوزری که درش هستید عکس بگیرید. نکته که وجود داره شما میتونید همیشه عکس بگیرید در انتهای هر تستی یا فقط وقتی که تستتون فیل کرد یه عکس از صفحه بگیرید و یه جایی ذخیره‌اش کنید. این خودش به شما این امکانو میده که بعدا فقط اون صفحه هایی که تست ها توش رد شدن رو نگاه بکنید که خودش خیلی کمک میکنه به کار. کاربردهای دیگه ای که داره اینه که یه موردی که من باش برخوردم یه جای کاربرد هوشمندانه یا سلنیوم کرده بودن این بود که یه پروژه‌ای بود که دوستان قرار بود که یه قسمت از سایت رو باهاش کار بکنن و قسمت دیگه سایت به هیچ وجه نباید دست میخورد، چون یه سایت پروداکشن بود و اینا باید خیالشون راحت می بود که به قسمتی که به اینا مربوط نیست هیچ تغییر ایجاد نمیکنه. کاری که این دوستان کرده بودن این بود که یک کراولر نوشته بودن که از تمام صفحات کراولر سلنیوم نوشته بودن که از تمام صفحات قسمت حساس سایت عکس میگرفت و بعد اینا شروع میکردن کارشون رو انجام دادن. هر بار که میخواستن یک ورژن جدیدی رو روی سایت قرار بدن یه دور کراولر روی قسمت حساس سایت ران میکردن و ایمیج تصاویر حاصل از اون رو با تصاویر ذخیره شده از قبل پیکسل به پیکسل مقایسه میکردن و مطمئن میشدن که هیچ تغییری توی اون قسمت سایت اینها ندادن و این خودش یه استفاده خیلی جالب از سلنیوم غیر از یه استفاده خلاقانه از سلنیوم بود که خب دوستان هم میتونن در موارد دیگه ازش استفاده بکنن. این عکس گرفتن از سایت هم خیلی کار ساده یعنی شاید حتی با 2 خط بشه گفت که میشه انجام بشه. من کدش رو پیدا بکنم. خب من اینجا کاری که میکنم بعد از اینکه صفحه لود میشه یه اسکرین شات میگیرم از صفحه و بعد این اسکرین شات رو به عنوان یک فایل در روی درایو هم ذخیره میکنم. حالا اجرا بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب الان انتظار داریم که اسکرین شات آماده باشه تو درایو C و دایرکتوری 10. خب همونطور که می‌بینید یه اسکرین شات از صفحه وجود داره که یه عکس گرفته، عکس کامل از صفحه گرفته و کاملا قابل استفاده هستش. و شما خیلی ساده میتونید این رو با فریمورک تستتون اینتگریت بکنید. خب من بیش از این نمیخوام راجع به تست صحبت بکنم. چیزی که خودم ترجیح میدم اینه که شما الان با سلنیوم آشنا شدید. من خودم یک فریمورک تست برای لاگین کردن به جیمیل و کلیک روی چیزهای مختلفش نوشتم که شما میتونید به عنوان پروژه سمپل ازش استفاده بکنید و حالا با تست انجین ران میشه و شما میتونید با میزن کار بکنید. قبل از اینکه وبینار رو به آخر ببریم فقط میخواستم یک نمونه دسترسی پیچیده به المنت های سایت رو براتون به نمایش بذارم
و با همگی اون کار رو انجام بدیم ببینیم که به چه شکلی انجام میشه. خب من میخوام به جیمیل لاگین بکنم و روی دکمه کامپوز کلیک بکنم. نکته‌ای که وجود داره اینه که فرض کنید من الان اگه بخوام لاگین کنم، الان میخوام به شما سورس جیمیل بعد از لاگین رو نشون بدم. این الان خود من هستم سلیزیم میشه. خب اتفاقی که اینجا میخواد بیفته اینه که من میخوام به این دکمه کامپوز دسترسی داشته باشم و روش کلیک کنم. اول بیاید ببینیم که کد HTMLش کجا هست، چجوری میتونم بهش دسترسی داشته باشم. با فضا فایرباگ میام روش و کلیک میکنم. همونطور که میبینید این یه دیوه که دیو کلیکبل هست، یعنی میشه روش کلیک کرد. مشکلی که وجود داره اینه که اولا آیدی نداره این، پس با استفاده از آیدی نمیتونیم این رو پیدا کنیم. مشکل بعدی اینه که کلاسی که داره، اگه بخوام با CSS سلکتور پیداش بکنیم، کلاسش به نظر میاد که هر بار که ما لود بکنیم عوض میشه. بذارید برای امتحان ببینیم آیا دفعه بعدی که ما کل سفر رو لود بکنیم این عوض خواهد شد یا نه. چون یادم نمونده که اون دفعه قبلی چی بود، ولی به نظرم عوض شده. یعنی لااقل من روی حساب نمی کنم که با استفاده از CSS سلکتور این رو پیدا بکنم. خب پس آخرین راهی که برای ما میمونه با استفاده از XPath هستش. من سعی میکنم با فایرپکس بیام و این رو سلکتش کنم ببینم که میتونیم پیدا بکنیم یا نه. خب این سعی کرده که میبینید که همونجور که گفتم ابزارهایی که چیز دارن، ابزارهایی که XPath رو سلکت میکنن، شما باید مواظب باشید که بر اساس آیدی در صورتی که نمیتونید از آیدی استفاده کنید به شما چیزی رو تحمیل نکنن. پس الان میبینیم که آیدی رو اشتباه دیتکت کرده، چون من نمیخوام بر اساس آیدی سلکت کنم. یکی از چیزهای جالبی که XPath به ما میده اینه که ما بتونیم با استفاده از چیزی که فرض کنید میخوام یه دیو انتخاب بکنیم، میتونیم بگیم که بر تمام دیوهایی رو به ما بده که یا تمام المنت هایی رو بده که توشون کامپوز نوشته شده. حالا من اینجا همین رو میزنم میبینم که کدوم سلکت میشه. نکته اینه که میگه هیچ چیزی پیدا نکرد. خب پس ما مشکوک میشیم که چه اتفاقی داره میفته. من اینجا سلکتش بکنم. خب یه بار دیگه من میام اینجا رو سلکت میکنم و سعی میکنم. خب اتفاقی که افتاده باز من نمیتونم پیدا کنم، پس یک مشکلی وجود داره. مشکل اینه که صفحه جیمیل پر از آی فریمه، یعنی ما باید با فریم ها کار بکنیم. یعنی اینجا اگه دقت بکنید چندین آی فریم وجود داره که ما باید اون آی فریم خودمون رو سلکت بکنیم. بله متاسفانه این XPath هم درست کار نمیکنه. پس نکته اولی که میفهمیم اینه که ما باید سلکتمون رو توی آی فریمی انجام بدیم، یعنی باید سویچ بکنیم به یه آی فریم و بعد توی اون دکمه دیو کامپوز رو پیدا کنیم و روش کلیک بکنیم. حالا میایم اینجا، من این کدش رو از قبل آماده کردم. خب این دو خط رو انتخاب بکنیم. قبل از اون با هم میبینیم که این دو خط چی کار انجام. من اینو سلکتش بکنم. همونطور که میبینید اولش من به یه فریمی سویچ میکنم که همونطور که گفتم به آی فریم یا هر فریمی که توی صفحه باشه میشه سویچ کرد که من چیه اون فریم یه آیدی داره به اسم canvas فریم که من سویچ کردم و توی بعد از اون درایور الان داره توی اون فریم کار میکنه.
المنتی رو با اکسپرت پیدا کردم که یه دیویه که رولش، یعنی یه اتریبیوت رول داره به اسم باتن و داخلش کامپوز نوشته شده و اون رو کلیک کردم. حالا بذارید این رو ران کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و در آخر ازش اسکرین شات تو خط بعدی گرفتم. خب همونطور که دیدید بعد از اینکه روی دکمه کامپوز کلیک کردیم وارد صفحه کامپوز شد و کارش رو انجام داد. یعنی خودش باز دوباره یک مثال پیچیده از استفاده از سلنیوم هستش. خب این جلسه اول رو ما به پایان میبریم. از همه دوستان که شرکت کردن ممنون هستیم. انشالله هفته‌های آینده وبینارهای دیگه‌ای در خدمت دوستان خواهیم بود. نکته‌ای که هست، از تمام دوستان ممنون میشیم اگر به ما فیدبک بدن، یا چون این کار در مرحله اولش هست ما اصلا نمیدونیم که به چه سمتی بریم و نظرات و پیشنهادات شما خیلی برای ما ارزشمند هست. اگر لطف بکنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو راجع به این سلسله وبینارها در اختیار ما قرار بدید، امیدواریم که خب یه چیز به درد بخوری ارائه بشه. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و خدا نگهدار.